فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من اینجا بقیع است، قبرستانی به وسعت 180,000 متر مربع. صدای سکوت خفتگان بقیع ضمیر هر انسان بیدار دلی را به لرزه در می آورد. هزاران هزار انسان در اینجا خفته اند، از اهل مدینه، از زائران و شیفتگان معلم بشریت، بزرگان و نامدارانی که جسدهایشان از مناطق دوردست به اینجا منتقل شده است. میگویند 10,000 تن از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا دفن شدند. عثمان بن مظعون اولین مهاجری که پس از غزوه بدر در مدینه جان به جان آفرین تسلیم گفت اینجا خفته است. اسعد بن زراره اولین انصاری که در بقیع دفن شد. عثمان بن عفان داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف و هزاران صحابی دیگر اینجا خفته اند. ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم، رقیه و فاطمه دختران پیامبر، فاطمه بنت اسد مادر علی، حسن ابن علی نوه پیامبر و علی ابن الحسین زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، عبدالله ابن جعفر، عقیل ابن ابی طالب و 10 تن دیگر از اهل بیت مصطفی صلی الله علیه و سلم در زیر این خاک خفته اند. عایشه و سایر مادران مؤمنان به جز میمونه و خدیجه که در جنت المعلا در مکه مکرمه است در اینجا دفن شده اند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چندگاه سری به اینجا می زدند و برای خفتگان اینجا دعای مغفرت می کردند. در آخرین روزهای زندگی مبارک قبل از انتقال یافتن به رفیق اعلی به اینجا آمدند و برای اهل بقیع دعای مغفرت کردند. به ما نیز آموختند که چنین بگوییم: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم للاحقون. سلام بر ساکنان این دیار از مؤمنان و مسلمانان، رحمت الهی بر مردگان ما و بر آنان که در راهند بادا. ما نیز ان شاء الله به شما خواهیم پیوست. خوشا به حال شما خفتگان بقیع که ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قیامت در حق شما شفاعت خواهند کرد. از آن حضرت آمده است که فرمودند: من استطاع ان یموت بالمدینه فلیفعل فانی اشفع لمن یموت بها. اگر در توان کسی بود که در مدینه وفات کند در مدینه بمیرد، چرا که من برای مردگان مدینه شفاعت خواهم کرد. بنگرید عزیزان، اینجا بقیع است، نه گنبدی و نه مزاری، نه تبرکی و نه قبر پرستی. به این قبرها نگاه کنید، همه این قبرها مثل هم دیگر. کدام یکیشان پادشاه هست، کدام یکیشان گدا هست، کدامشان پولدار، کدامشان نادار، هیچ نمیدانیم. بعضی عادت کردن همونطور که تو زندگیشون بر دیگران میخوان تکبر داشته باشن، غرور داشته باشن، میخوان بعد از مرگشون هم همینطور باشن. قبرهای آنچنانی، سنگ قبرهای آنچنانی میزنن تا نشون بدن که های ما از همه بهتریم. اما زیر قبر چیه؟ معیار برتری و خوبی در دنیا رو خداوند در قلبها گذاشته و در قبر و در زیر قبر و خاک. معیار برتری با این مشخص میشه که آیا این قبر باغچه‌ایست از باغچه های بهشت یا گودالی از گوداله های جهنم.
اینجا قبرستان بقیع است، قبرستانی که به ما درس میده که اولا قبر پرست نباشیم، مزار پرست نباشیم، صحابه پرست و اهل بیت پرست و امامزاده پرست نباشیم، خدا پرست باشیم، تنها خدا را بپرستیم و قبرهامون رو اینطور ساده، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میخواست بکنیم. قبرمون قصر نشه، قصرمون جهنم نشه. خدایا بار الها ما رو ببخشا، از گناهانمون در بگذر، از این برادرانمون خواهرامون که تو بقیع خفته اند خدای از اینا در بگذر. خدایا ما را از اجر اینها محروم نکن. خدایا قبرهامون رو باغیچه های از باغیچه های بهشت قرار بده. الهی آمین یا رب العالمین. بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل